و ما خواستیم در این برنامه خاص در مورد ازی بپرسیم که آیا واقعیت داره که مردم جوگی مرده خدا میخورند؟ اینا هم ختم قرآن گرفته بودند و ما هم خواستیم که سوال کنیم با مولوی صاحب که آیا مولوی صاحب قبرستان شما در کجا هست؟ زیرایی که خیر ببینه ما مردم غریب در روز کمک میکنه خداوند امروز کمک شد. سلامت. مرا ببخش که هر وقت گرفتار میشوم سراغ تو را میگیرم. خداوند در وقت که در وقت شرایط خراب به فقر و بیچارگی های صاحب قند که در این وقت دست ما افسردگی را که دست ما را میگیره دستوار خداوند. خدا عزیز برتون خیر ببینه بیادر جان، لباس، چپلق، چپلی، هر چیز برتون خیر ببینه، خدا خیرتان بده. بخیر. مردم بغلانه که میدادیم در تلویزیون ما گیران میکنیم، مال برود دستن خود ما. بارش نریسید، خدا میربانه. به خدا اینه بچه می نگه از همه قامای بپرسان کن. مادر جان نشک نریز دیگه دقیق است. معلوم میشه کلی چیزا برده مادر. به خدا بچه تو شککای من بود. اینجا سطل همون کلش اینجا کلگشه برد. این خالصی اگه این هم چه صابون میمونده بود برامون دیگه کلگشه برد. ستول تاشت همه تمام میشه چیزای من برد. مادر جان و فرش و کمپل بیام لوازم امام چیزایی که ضروری است ما برات آوردیم مادر. خیر بنه تو ازی بچه. بخیر خیر استفاده بنه کنی. بچه. این دینشا گفتی کل چیزا سیل برد. برد کاکا جان نه دیگه حالا برات آوردیم اصیل کشیدیم کت بچه‌ها. خدا روی خاره نبینه بچم اما سرم کده خدا زیاد عمر آمین. ببینه. بخیر باش. تو بیار بس. اولاد تا خدا خار نکنه. خداوند تا اولاد تا خدا خار نکنه. خداوند تعالی پشت پناهت باشه. تو میمان ما سید قابلی بلاو. زنده باشه. بخیر باشه. سلامت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام هموطنان عزیز در هر گوشه از کنار دنیا که هستین، جور و سلامت و بخیر باشین. و امروز هم ما کمک و همکاری با قوم جوگی داریم و قوم جوگی بعضی از دوستا سوال کرده بودن و گفته بودن که آیا جوگی ها قبرستان ندارن و گفته میشه که جوگی ها مرده خود را میخورن و ما هم خواستیم امروز در این مورد تحقیق کنیم. و زمانی که کوچک بودیم در کوچه، وقتی که خانمای جوگی ها می آمدن به فال دیدن و در پشت دروازه بعدن اشتکار را پت می کردن و گویا که اینا اشتکار دوزی می کنن، اشتک دوزکا هستن. و ما هم کوچک بودیم و در کوچه زمانی که خالکا را می دیدیم و پا به فرار می گذاشتیم به ای که تا ما را ندستن و می گفتن که می بره و شما را می خورن. و همی بود که ما ترس هراس از همی مردم جوگی که فالبینی می کردن ما ترس و هراس داشتیم. و حال ما هم تحقیق کردیم که جوگی ها در هیچ جای قبرستان ندارن و ما هم خواستیم که این سوال هموطنان عزیز ما را ما هم بریم جواب بدیم و بپرسیم از مولوی همین جوگی ها. جوگی ها قومی هستند که مردم فقیر و بیچاره هستند. 95% جوگی ها بی سواد هستند و 5% شان سواد دارند و در زمان جمهوریت هم بعضشان در اردوی ملی جوانایشان ایفای وظیفه می کردند و مردم هستند مردم بسیار آرام، مردم واقعا از زندگی محروم هستند و در بین اقوام افغانستان یک قوم بسیار پسمانده و قومی که هیچ کسی در قصه از اینا نیست
و ما هم در مدت 3-4 سال کمک و همکاری با جوگی ها داشتیم در مناطق مختلف و از خود اینا هم که پرسان میکردیم از کجا هستین، میگفتن که ما ماجرای قندوز هستیم و از قندوز آواره شدیم. و تفلک های از اینا هم از درس و تعلیم به دور هستند و پای برهنه و لباس های نامنظم بر تنشان است و ما هم دوستایی که کمک میکرد و ما هم لباس برشان می آوردیم، در تنشان میکردیم و خیلی هم ما با اینا شیشت و خیست داشتیم، ختمای قرآن داشتیم و ماه رمضان مثل ما هم روزه می گرفتن و نمازشان، نماز تراویحشان، تا حتی ما در مسجدشان فرش انبار کرده بودیم. و ما خواستیم در این برنامه خاص در مورد ازی بپرسیم که آیا قبرستان از یاد کجاست؟ آیا واقعیت داره که مردم جوگی مرده خدا میخورن؟ و ما اصلا فکر نمی کنم و ما خواستیم این برنامه را ما تهیه کنیم. و چند روز پیش یکی از عزیزایشان فوت کرده بود که ما رسیدیم بر هموجه که جمگیش گرفتن و جمگیش است و مردم خبر کردن، ختم قرآن عظیمشان گرفتن، حینن مثل ما 30 سپاره قرآن ختم میکنن، بعدش ختمانه میخوانن و دعا میکنن و مردم نان میتن، مثل ختمی که مردم هادی افغانستان همه اقوام میگیره همین قسم اینا هم ختم قرآن گرفته بودن. و ما هم خواستیم که سوال کنیم با مولوی صاحب که آیا مولوی صاحب قبرستان شما در کجا هست؟ و بعضی از مردم میگه که مردم جوگی مرده خدا میخورن، آیا واقعیت داره یا نه؟ ای که بسیار بیروبار بود و ما هم نتانستیم این سوال از مولوی صاحب جوگیا داشته باشیم. و امروز هم کمک و همکاری از طرف فامیل اسما از آمریکا است که خیلی با ما کمک کردن و این بار هم برای اینا بخاری، آرد، روغن، چای، بوره، پیاز کچالو و 15 خانواده کمک کردن. و شما هم دوستای عزیز برنامه ما را دنبال کنین و ما هم میریم و تا ای که از مولوی صاحب پرسان کنم، تحقیق کنم که آیا قبرستان جوگی ها در کجا است؟ آیا این واقعیت داره که مرده خدا میخورن؟ من اصلا فکر نمی کنم. و تشکری میکنیم از دوستایی که کمک و همکاری کردن. ما هم خیلی با اینا کمک کردیم. مردم بسیار آرام، مردم بسیار ملایم و مردم بیغرض هستند. و شما هم برای این برنامه را ببینین. ما هم کمک و همکاری و کسایی داشتیم که چند پیش سیلاب آمده بود و امی زندگی اندکی که داشتن همه هسته بودشان برد و ما هم کمک و همکاری برشان از حد بیشتر کردیم. و حالا هم که زمستان شده ما کمک همکاری خود آوردیم و شما هم تا آخر برنامه ما را دنبال کنید.
با نام خداوند بخشاینده و مهربان، بینده های سلام، هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. بازم من محمد رحیم نیکزاد شما را خوش آمدید میگیم به یکی دیگر از برنامه ما. و ما باز هم امروز در جایی آمدیم که قبلا سیل آمده بود و همه دار نداری فامیل سیل برده بود با خود و این مردم از لحاظ فقر بسیار این مردم بسیار در فقر زندگی میکنن، اقتصاد ضعیف دارن، توان خرید یک بوجه آرد ندارن و بسیار مردم فقیر هستند و ما جا دار تشکری بکنیم از آقا بیادر که همواره چی در افغانستان بودن چی خارج از افغانستان در فکر فقیرها و نیازمندا بودن و همیشه کمک کردن و یاری کردن و یک تشکری خاص میکنیم از اوی در اشخاصی که کمک کردن با فقیرها و نیازمندا و دست نیازمندا را گرفتن. و ما باز هم امروز از طرف فامیل اسما رازقی، از طرف بیبی حاجی اسما رازقی، خواهرشان و در کل فامیل اسما رازقی امروز به تعداد 15 فامیل آرد، روغن، چای، بوره، بخاری آوردیم تا باشه زمستان اینا حداقل یک ماه زمستان به خیر سپری بکنن. و بازم تشکری میکنیم از تمام اشخاصی که در یک وضعیتی که افغانستان، مردم افغانستان در حالت فقر به سر میبرن، چیزی به خوردن ندارن و خداوند خیر بده دوستای خیره که کمک میکنن و دست نیازمندا را میگیرن. این فامیلایی که ما امروز برشان قرار است کمک بکنیم از طرف فامیل اسما رازقی، ببینید آیا واقعا مستحق هستن یا نه و از زبان خودشان بشنویم. تا آخر برنامه با ما همراه باشید. و بینده عزیز، این فامیلا در قسم یک وضعیت زندگی میکنن و زمستان هم نزدیک است و این خانه ها را که میبینین اصلا به زندگی نیستن و چون اینا سرپناه دیگر ندارن و مجبور هستن که در یک حالت زندگی بکنن و ما قرار است که بریم پیش همون مادر ما که قبلا هم کمک کرده بودیم و همه دار و ندارش سیل برده بود و ما امروز آمدیم از زبانشون بشنویم که چی گفتنیا دارن و تا آخر برنامه با ما همراه باشید. سلام علیکم مادر جان. و علیکم السلام. خوب هستی مادر جان؟ بخیر است جانتان جان است بخیر است ان شاء الله. فامیلا کل گیر است. شکر مادر جان سلامت باشی. چطور است وضعیت روزگار مادر جان؟ وضعیت روزگار همه بد است که دیگه چی بگویم. من اگه این روزا پیدا کنیم سوانه میشه، سواره پیدا کنیم دیگه سوانه میشه. ما آدم غریب زیر همه ترپال هستیم. من زمستان یخ است، تابستان گرمه است. این همه روزای بعد سر ما مشکلات هست. اگر بچه‌های ما در کراچوانه رو طالبان میگیره پیش میکنه قرار میبین به خانه قرار میشینن، اون مثلا در 20 روپیه در 30 روپیه هیچ چیز پوری هم نمیشه، هیچ چیز آیت هم نمیشه. نه گوشنه و سیر هستین دیگه خاک همه وطن خورده. چطور کنیم لالا جان؟ نک باز خودت کارگر خانم نداری؟ نه لالا جان، کارگر خانه ندارم، بچه کلان در خانه ندارم، دختر کلان در خانه ندارم. اینم اگر یک باوا دارم، این باوا من کدام روز اونم یک کراچوانه بر رفت یک چیزی پیدا کرده بیاد اشکم ماسیت نباشه گوشنه. اینم رقم روزگار ما بد است لالا جان. شبرت هم قبلا ما در برنامه گذشته هم دیده بودیم بسیار ضعیف است. کار کرده میتونه؟ نه کار کرده نمیتونه لالا جان، از کار بیکار است، هیچ کار از رو خوش پر نمیشه. کار آدم ضعیف است دیگه، اون 8 ساله 7 ساله آدم کار کرده میتونه، کار کرده نمیتونه. این یک زنشی به خانه هفته دیگه هستیم، من اگه پیدا کردیم میخوریم، پیدا نکردیم میشینیم قرار. و خودتون قبلا وقت آقا بیادر بود گفتین همه مال و زندگی تا سیل برده؟ سیل برد، همه سیل برد، کلگیش برده که چیز خدای نداریم. این همیشه با شرقص لرزه کده با در میشیم، روز گرمی میکنه، شب یخ میکنه، شب چیزی نداریم که در بالای خود بکشیم و قرار خواب کنیم. من خونه که شد یک پتوی دادگی هم چی میشه؟ 2 نفر یکی ما این طرف کش میکنیم، یکی ما این طرف کش میکنیم، نمیشه در اون رقم. اینا دیگه همه رقم روزگار ما به دست بچیم، چی کنیم دیگه؟ این اول تکیه خداوند، دویم تکیه آقا برادر شما، دست به دامن خدا و شما. اینا دلتان که ما را با کفن پیش داده میبرن، بی کفن پیش میبرن دیگه، او به دست خودتان است لالا جان. اینا دیگه آدم غریب. مادر جان ما خوش کار هستیم و سلامت باشید، شما را خیر ببینید. سبب ساز خداوند جل جلاله است و جا دار تشکری بکنیم از تمام دوستای خیره که کمک میکنن و خصوصا فامیل اسما رازقی، مادر اسما رازقی
و خواهر اسما رازقی، در کل فامیل اسما رازقی که بارها گفتیم بارها همیشه کمک کردن، دست نیازمندا را گرفتن، دست فقیرها در هر شرایط، در زمستان، در ماه رمضان، در حالتایی گرفتن که واقعا چیزی نداشتن فامیلای مستحق. و مادر جان، ما امروز از طرف فامیل اسما رازقی، خواهر اسما رازقی، برات آرد، روغن، چای، بوره، بخاری آوردیم. هزاران تشکر باشه، هزاران خیر ببینن، خداوند دستان درد نکنه. میدادگی مسلمانم خداوند 70 پیش داخل جنت کنه، خداوند خیراتش قبول کنه، خداوند هر مومن مسلمان که به غریبا کمک میکنه خداوند به سرش ایستاده شه و دما که میته خداوند برامون زیادتر بتیه. آمین. اینه دیگه حق فامیل اسما رازقی زیاد دعا بکنیم. همیشه دعا میکنیم، همیشه دست به دعا هستیم که خداوند هر مومن مسلمان کلمه گوی مسلمان که باشه، بنده خدا باشه، امت رسول الله باشه که لا اله الا الله و محمد رسول الله به زبان داشته باشه، خداوند برش کمک کنه. خداوند هر چیزی که برای ما میته برای اون خداوند زیادتر بده. لالا جان تشکر مادر جان، سلامت باشی. بخیر بچیم. خوب هستی مادر جان؟ چیر است بچیم، بخیر است. شکر مادر جان. خیر بنم بچیم. خدا برای ما که کمک کردیم، برای شما خدا کمک کنه. خدا جان روی خاری نبینه، خدا دم کمک کرده هم خدا برکت ال اولادش خدا خار نکنه. سلامت باشی مادر جان. چطور خانه جور کردی؟ خانه تا سیل برده بود؟ ما بچیم خانه که کم سیل برده و داله یک ذره ما کمک کرده، خشت آمردیم، شما کمک کردید، خشت خریدیم. قبلا برتان قالین و کمبل و فرش و چیزا آورده بودید. خیر بنن بچیم، خدا جان برکت، خدا دم کمک کرده هم خدا برکت ال اولادش خار نکنه، جمله کلمه گوی خدا در پناهش نگاه کنه. سلامت باشی مادر جان. و اینجا زمستان هم نزدیک است، باز چطور میکنی مادر جان؟ چطور کنیم بچه ما یک چیز در دست ما پیدا شه، یا پلاستیک یا ترپال پیدا میکنیم، چطور کنیم بچه مالکا و خنک هم نیه ایسان باز خنک پیدا شه و یک لطه پیدا کرده پرتافتیم سرش پت کردیم، مال مجبور هستیم. باز در زمستان که اینجا برف و باران بباره چکک چیز نمیکنه؟ یک که پلاستیک اگر پیدا کردیم پرتافتیم چکک نمیکنه، اگر پلاستیک که نپرتافتیم این لطه چکک هم میکنه، آب هم تیر میشه، چطور کنیم مجبور هستیم بچیم. خدا برکتی که برای ما کمک میکنه، خدا در اونم کمک بتیه، خدا جان ال اولادش خار نکنه، خدا در شما هم برکتی که ما غریبای رم ما میخورید. تشکر مادر جان، حق داری سر ما. زنده باشیم بچیم، خدا جان روی خاره نبینم بچیم. و مادر جان، ایام بخاری، آرد، روغن، چای، بوره تقدیمت، انشالله ازی بخیر استفاده کنی، باز خبرت میگیریم. زنده باشی بچیم، خدا در عمرت برکتی، خدا جان دم برای ما که کمک کرده دمون هم خدا جان برکتی. تشکر. دوستای عزیز، قسمی که در بگران میبینین آمدیم پیش یک فامیل دیگه که تازه از ایران آمدن و میریم همراهشون صحبت میداشته باشیم که چه وقت در ایران زندگی میکرد و چه وقت میشه که دیپورت شده از ایران. تا آخر برنامه با ما همراه باشید. سلام علیکم پدر. و علیکم السلام. خوب هستی پدر جان؟ بخیر باشید دیگه، جور هستی؟ بخیر باشید پدر جان. چه وقت میشه که از ایران دیپورت شد؟ ما یک 25 روز شاید که شوه که رد مرز مطلب دیپورت کرده. رد مرز شده؟ مطلب دیگه تمام زندگی ما دیگه تنها خود ما دیگه آمدیم دیگه.
چند سال در ایران زندگی کردین؟ یک 2 سال میشه زندگی کردیم. 2 سال؟ بله 2 سال زندگی کردیم. اونجا کار میکردی؟ کارم حتی کار بوده کنم چیزی که دیگه پول پیسه ما کلگه سری کم کارگران مان دیگه برای ما برای چه ناورد برای اونجا کار میکردیم سری همه چه ناورد که برای پیسه ما رو آورد تعامل میکرد که ما پیسه خودم می آوردیم دیگه پیسه ما هم سر کارگر ما مان. چقدر پیسه تون مان سر؟ زیاد پیسه مان دیگه ما دیگه حساب میکردیم برای اون دیگه نتونستیم دیگه حساب بکنیم برای دیگه گرفت دیگه. شما را از طرف شب آمد پلیس 12 بعد شب ما به خواب بدیم مثلا دیگه 12 بعد شب خواب بدیم ما دونم بجه 3 بجه سر کار میرفتیم او فقط هم 12 بجه دیگه سر ما آمد دیگه ما رو نماند که دیگه یک کلاوش ما رو به پای خود کنیم دیگه آمد دیگه یخن ما گرفت دیگه کش کرد دیگه بیرون اونجا نداریم رقم لباسای دراز نداریم که از لباسای کوتاه است دیگه ما رو لوج دیگه دست ما دیگه قلف کرد دیگه دست ما رو قلف کرد دیگه نمیموند که دست ما رو در سر ما کنیم دیگه ما رو بر دور دیگه دم مشت لغت دیگه میبرد دیگه گردگاه میبرد دیگه تا که سر بالا میکردیم ما رو دیگه زیر مشت لغت دیگه زیاد ظلم میکرد. برای دیگه من رقم روز حال است دیگه سر افغانای ما شما دیگه خداوند رحم کنه دیگه. و واقعا در دور است بینده عزیز که یک کسی کار بکنه زحمت بکشه عمر خود هدر بکنه از اولی قفل دست خود پول پیدا کنه ولی پولشان برش نتن مزدش برش نتن و این بسیار دردآور است. نه تنها که پولش نتن بلکه به بسیار بی‌عزتی از کشور خود اخراج کنن و ما این گفتنی داریم به تمام دوستای عزیزی که اگر میتونین دمیجا کار بکنین چون هیچ جای کشور خود آدم نمیشه چون در کشور خود آدم عزت است و احترام است همه چیز است. خیر اقتصادم جور میشه خدا مهربان است ولی ما شاهد هستیم که افغانای ما در ایران زیاد بی عزت میشن یعنی بی احترامی میشن در مقابلشان ظلم میشن کسی را پدر خبر نیست بچهش دیپورت شده و بچهش فامیلش خبر نیست پدر دیپورت شده یعنی در کل واقعا بسیار مشکل است. خداوند ما را از این حالت نجات بده و قصه دردآوری پدر ما که چند وقت کار کردن چند سال کار کردن ولی پولش ندادن چون میفهمیدن که یک روز اینا رد و مرز میشن ازش استفاده کردن زحمت کشیدن کار کردن سرش ولی پولش برشان ندادن. این فکر کنم جفا است در حق یک هموطن ما و دور از انسانیت است که ما داد از انسانیت میزنیم که ما انسان هستیم ولی از انسان سوء استفاده میکنیم و نام انسانیت بد میکنیم و واقعا زیاد دردآور است. بیا خیر باشه پدر جان خداوند مهربان است. شما ما را اول ما را گرفتیم خداوند اول شما را بگیره خداوند هر نیت مرادی که دارین خداوند برای نیت مرادتون خداوند شما را برسانه دیگه. ما که ما دیگه زیر ظلم و دیگه منو دیگه کاش که وطن خود ما شما ما که زحمت کو اینجا میکنیم چرا که اینجا نکنیم خدایا گارم به تا اونجا مشت لغت کو که ما کار میکنیم 3 بجه شب میریم سر کار تا 5 بجه دیگر بازم دیگه مشت لغتی که خوردیم با دیگه چرا که ما افغانستان خوب ما شده آباد کنیم همینجا دیگه چی کنیم اون افغانستان خود ما شما خوب است. چی احساس داری از وقتی که آمدی در افغانستان به خانه خودت شکر حال کل لگه برادر آزاد میره مرجا اونجا مستر کارم کردیم بودیم این آمد قدم دل ما دیگه امروز بود دیگه یا پول ما مونه دیگه خود ملت کوب چه من نمی حالت بود دیگه اینا دیگه یک روز دیگه تمام زندگی ما ماند دیگه ما یک کار کردیم دیگه کار ما دیگه از که کار کردیم دیگه نه چیزی برای دست نآورده نمی تنها یک سر خود آمدیم بس خلاص فقط اما وقتی که کار کردین عدر تیر شد دیگه یک کار ما دیگه ما دیگه جان زدیم دیگه جان زدن ما مان دیگه نه چیزی یک می آوردیم دیگه ملت کوپ هم بود که چیزی می آوردیم ما میگفتیم یک چیز آوردیم نه دیگه من سر خاک دیگه یک کولار سر خاک بر شکر پدر جان همین جانت که جور است همین که جان جور است همه چیز است خداوند. باز بچه‌هایت هم کار میکرد یا بله کار میکردی؟ بله بچه‌هایت هم کار میکرد؟ نه بچه‌ها میدن مطلب در اینجا بودم خودم رفته بودم پشت سر کار رفته بودم تنها رفته بودم که دخترم رفته بودم که دخترم به دپورت شدم بود مجبور که دخترم به دپورت کرد خیلی آدم اومدم دیگه مجبور دیگه اولاد است هر چیز بود
باز دیگه نمیشد دیگه. باز ما گفتیم بیا دیگه اگه سر آمده بود ولی اگه پوتا میشدیم میتونستیم، نه دیگه ولی که آمد دیگه مجبور دیگه بر آمدیم دیگه زیر مشت لغت امی بر آمدیم آمد گرفت از موی ما دیگه دستبند زد دیگه مشت لغت دیگه می بالا میشدیم دیگه غیر از زدن بود دیگه. این نمیموند که ما یک حرف خدا بزنیم، نه دیگه می زدن بود. چی بگم برای دیگه یه دیگه رحم نداره دیگه. خلاص یا کافر رحم داره، اینا دیگه رحم نداره سر ما. تو چی بگم دیگه؟ سال افغانی ها زیاد ظلم میکنه. دیگه اما افغانه خب افغانی که کافر نیست، خدا اینا خواسته. فقط جرم ما همی است که ما افغان هستیم دیگه. ما افغانی گفته میزنن دیگه. خلاص بس خلاص. ما با کارش هم میکنیم، بازم ما شما زیر مشت لغت امینا هستی دیگه. من کار کردم دیگه، تنها یک خودم آمدم به خدا یک در پا آورده باشم. اون اینجا آمدم یک همدیوال کدام وقت برای یک در پا 20 روپیه برای ما کمک میکنه، میگه که همدیوال بگیره خرج کو دیگه. اینا من خم حال روی سر ما شما از خدا کنه وطن ما شما آرام باشه، کاروبار باشه که ما شما یک سری کاروبار یک دست بیاریم که آن هم خواهد شکر آمدیم آزاد. در اونجا بودیم که اینا آمد گرفت شکر اینجا آمدیم هر طرف بر آمد آزاد میریم میایم، کسی ده کست گپ نه، هر جا میریم شکر هم وطن هم خون هم زمان هر چیز باشه دیگه. اونا نه دیگه. شکر که پس آمدی پدر جان و شکر که جان جور است، همین که تنت سالم است، همین کلان نعمت است، نعمت خداوند است. و ما بر چی کنیم امروز؟ زندگی سرتانو میخوام دیگه، هیچ چیز تام بکنه است. من خواهم آمد دیگه یک جان تشکر. نه چی برات بیاریم امروز؟ دل دیگه نه دیگه خودت میبینه دیگه. من چی بگم دیگه برات؟ زمستان هم نزدیک است، چیز بخوردن داری یا نداری؟ نه مشکلات ما برادرم یک چیز باشه که یک بخاره نداریم یا دستر می انداخته یک لباس یا یک چیزک نداریم دیگه. میشه به خدا چاو فقط هم دیگه فقط یک لیافک از یک پتواس در ما میپردیم. خود خبر داره لوچ آمدیم به خدا. همیشه با این خونه که از خود خبر داره. یعنی من کتل لرده دیگه خلاص دیگه. و یه کلبر هم برات دوستا جور کردن. اینه من دیوالا دیگه ما کنه دیگه خودت فهمید میبینی که مرغ لوچ آمده. من دیوالا اینا فعلا یک زمستان که پس دیگه کجا یک زندگی آباد کرده میشه نمیشه. نه خنک شد دیگه. اون دیگه مطلب این شب اینجا باشیم فردا خونه هم دیوال دیگه هستیم، یک شب دیگه یک جای دیگه نه هم تیر میکنیم دیگه. بخیر یک جای شد یک جای آباد بخیر درست میکنیم. خدا مهربان است. همین که گفتم جان جور باشه همه چیز. اول ما را گرفته خداوند اول شما را بگیره. خداوند برای شما کمک کنه. تشکر. سلامت باشید. ما از طرف فامیل است مرزقی براتون بخاری آرد چای باشین آرام باشین. برای ما کمک کنه خداوند، برش یک به هزار کمک کنه خداوند. قربانت پدر جان. سلامت باشید. از این مواد برای ما کمک میکنه خداوند، برای اهل اولادش خداوند کمک کنه تا دنیا باشه خداوند روی خاره نبینه. تشکر. بریم خیلی مواد بر تقدیم میکنیم، باز ما از پیشت مرخص میشه. یک جان تشکر. وکیل صاحب زنده باشید، دست در نکنه. وکیل صاحب یک جان تشکر، اتیم تشکر، این برادرای ما هم تشکر. تمام تشکر که هستی اینجا. این پدر جان آرد چای بوره روغن بخاری تقدیمت، از این مواد بخیر استفاده کنید. زنده باشین، آرام باشین، به عزت باشین. برای ما کمک کرده، هر کسی که کمک کرده خداوند برش کمک کنه. در حق فامیل اسما رازقی زیاد دعا کنید. زیاد خداوند اهل اولادش خداوند خار نکنه. برای ما کمک کرده، برای اونا خداوند کمک کنه. خداوند در این دنیا در دنیا روی خاره نبینند. شما هم برای شما هم خداوند کمک کنه برای اهل اولاد کایتان. سلامت باشی پدر جان. زنده باشین، آرام باشین. از این مواد بخیر استفاده کنید. آرام باشین. برای ما کمک کردین خداوند، برای کلگیتان خداوند کمک کنه. سلامت. سلام علیکم مادر جان. خوب هستی مادر جان؟ بخیر هستی ان شاء الله. خوب است. سلامت باش. امی خانه است؟ خانه ما میاسن. چطور است وضعیت اقتصاد؟ وضعیت ما اینا میبینی که رقم از تماما چیز ما را سیل برد، آب برد. اینا در زمین خشک هستیم. خدا خیر ببینه. آقا بیادر همه فرچاره که نمیامرد، ما در زمین خشک ها میکردیم. خیر ببینه الهی خانه شما. فرشا است که آقا بیادر کمک کرد، همراه قالین و کمپل. انا بیچاره آرد میاره، روغن میاره، چیزی میاره، چطور کنیم؟
خیر ببینه. الهی کسایی که کمک میکنن او را هم خیر ببینه. از اونها هم خداوند میده همیشه وقت کامیاب داشته باشن. تشکر بچیم. تشکر، زنده باشی. باز ناناور خانید کی است؟ یک بچه کم است. روز 50 روپیه 100 روپیه کار میکنه و هیچ چیز نمیشه. چی کار میکنه؟ این هم کراچه کشی میکنه. چیزای مردم در خانهشان میارن و انا میبره و میاره و این هم رقم کار میکنن. دیگه که خودت معلوم کار نیست، بار نیست، چیزی نیست. این دامو 50 روپیه دامو 100 روپیه روز ما را تیر میکنیم. چطور کنیم؟ مجبور هستیم. زمستان چطور تیر میکنیم مادر جان در این وضعیت؟ چون زمستان هم چطور کنیم هم رقم تیر میکنیم. چوب نداریم، خوب بخاری نداریم، انا فرش درست نداریم. در یک لقمه نان هم سیر هستیم هم گوش نستیم. تا چه وقت میشه که آردی بوجیگکی نخریدی؟ یک سال 2 سال میشه که آقا بیادر دما کمیتم کمک میکنه. 1 سال شده که خودت آرد نخریدی؟ نه نخریدیم. اما خدا خیر ببینه کمک میکنه. اما ابری اما کمک کش اما از اما آردش از اما بوجیش ما نام پخته میکنیم و میخوریم. اشکم خدا سیر میکنیم. تشکر. و جا در تشکری بکنیم از آقا بیادر که همیشه به یاد فقیرای افغانستان هستن و همیشه کوشش کرده که دست فقیرها و نیازمندا را بگیرن و یک پل ارتباطی میشه که بین کسایی که کمک میکنن و کسی که نیازمند هستن. خداوند خیر نصیبشان کنه. و ما باز هم امروز از طرف فامیل اسما رازقی به این فامیل آرد، روغن، چای، بوره و بخاری آوردیم تا باشه از این به خیر استفاده بکنه. حداقل یک ماه از این به خیر استفاده کنه و بیغم باشه از خرید از آرد، روغن. و ما مادر جان امروز براتان از طرف فامیل اسما رازقی بخاری، آرد، روغن، چای، بوره آوردیم. انشالله تو از این به خیر استفاده بکنی. تا یک ماه خدا مهربان است. باز خبرتان میگیریم. ما همیشه وقت با میکنیم دا آقا بیادر. اما کسایی که کمک میکنه با اونا کلش تشکر بچیم. کلش خداوند خیر نصیبشان بکنه. تشکر مادر جان. خود ما دعا میکنیم، اولاد ما دعا میکنه. خداوند لای روی خاره نبینن. سلامت باشی مادر جان. خیر مواد تقدیمت میکنیم. زنده باشی، جور باشی، سلامت. یام بخاری، چای، بوره، روغن، آرد تقدیمت. انشالله از این به خیر استفاده کنیم. خیر ببینید. تشکر بچیم. خیر ببینیم. همه امید هم شما داریم. سلامت باشین. زنده باشین. انشالله همیشه در خدمتتون هستیم. زنده باشین. خیر ببینید. خداوند لای روی خاره نبینین. از این مواد به خیر استفاده کنیم مادر جان. شما را هم به خیر باشین بچیم. کسایی که کمک کرده خداوند اونا را همیشه وقت کامیاب داشته باشه. خوب است انشالله. بخیر باشین. چه وقت میشه که از ایران رد شدی؟ قریب تقریبا قریب 20 روز میشه دیگه. 20 روز میشه؟ 20 روز میشه. بله. چی کار میکنی در ایران؟ در ایران گاهی شاروالی کار میکردیم، گاهی در گراج کار میکردیم که این پلاستیک رو جمع میکردیم. چند سال میشه که رفتی ایران؟ 1.5 سال بود دیگه. 1.5 سال؟ بله. و در مدت 1.5 سال کاری که کردی پولش هم گرفت یعنی؟ بعضی جای میداد و بعضی جای نمیداد و بعضی جای میگفت که اگه پیسه بگوین خبر میتون پاس کنه دیگه. این گپا بود. یعنی اختار میداد به افغانی؟ بله این گپا بود. در طول 1.5 سال چی مشکلات های متقابل شدی در ایران؟ دیگه برآمده نمیشد از خانه که میرفتیم میگفتیم یک سودا می آوردیم یا پشت نان میرفتیم دیگه ترس لرز می برآمدیم. اما هم دیگه آوردنش فقط بگویی که یک انسان به زندان قبول میکنه مثل این همین رقم بودیم. یک نفر دیگه را میگفتیم ما ایده وشتی کارایی میکردیم یا دختری خود رای میکردیم. این همین. چی باعث شد که از افغانستان رفتی ایران؟ خاطرم کار بار دیگه گفتیم بریم یک 4 سال کار کنیم. کار نبودی جا؟ کار نبود. این خاطر از زمین دیگه هیچ. و قسمی که بارها گفتیم یگانه دلیل که افغانای ما، برادرای ما، فامیلای ما مهاجر میشن همی است که کار نیسته. و از امارت اسلامی خواهش میکنیم که زمینی کار به جوانای ما مساعد بسازن تا باشه که جوانای ما در وطن خود کار بکنن، منت یک کشور بیگانه را نکشن. و واقعا زیاد مشکل است کسایی که مهاجر هستن و زحمت میکشن به کشور مردم به خاطر که در کشور خودشان کار نیست، به خاطر یک لقمه نان، به خاطر یک چند روپیه میره که حداقل
به فامیل خود کمک بکنه و بیا خیر باشه پدر جان. امی که جان جور است، شکر است، شکر است که چه پشت ما که در پیش ماست، شکر است. جان ما که جور است، شکر است. و وقتی که داخل خاک افغانستان شدی چی احساس داشتی؟ والا فقط گفتیم که دیگه خدای دیگه خوب شد که به خاک خدا آمدیم. والا بسیار دل ما روشن شد، چنین که آزاد هستیم و مملکت خود هستیم. شب بگردیم روز بگردیم، اگه آدم نمیگه تو کجا میری کجا نمیری. خوش هستیم، بسیار خوش هستیم. واقعیت زیاد خوش هستیم. واقعیت حداقل همین فکر روانتان نه آرام است. ما شب خواب میکردیم، والا دم زیر که خواب میکردیم که این آمد از در، این آمد انداخت از سر دیوار، این دروازه آمد خدا انداخت از این گرفت. این هم مشکلات بود. به خدا این هم دقیقاً بودیم. خلاصه از بازی که آمدیم، شکر و فضل خدا میشه، کارم میشه. یک لقمه خدا مهربان است، پیدا میشه. شکر است. والا امی که گفتم فکرتان آرام است، شکر است. در وطن خود است. این پاچایی است، این کلان نعمت است. بله. و قسمی که ما گفتی بزرگا که میگه انسان آرامش جایی میگیره که دمو کشور زاده شده باشه. و قسمی که برادر ما گفت ما فکر روانم آرام شده به خاطری که پس دوباره در وطن خود برگشتن و دعا میکنیم که خداوند همه مسافرها را به وطنشان بازگردانند تا باشه که خود ما کشور را بسازیم و خداوند خودش رحم کنه بالای. الهی آمین، الهی آمین. زنده باشید. شما هم تشکر از شما. امروز شما اینجا قالین و فرشی چیزام نداری؟ والا نه دیگه، نمیفهمم است دیگه. اینا میرم همین دوستای رفقا دادگی از اینا. گفت بیا دیگه زندگی است تیر میشه. شکر خدا میده. زندگی است تیر میشه. و ما برای چی خدمت کنیم؟ خلاصه جانتان جور دیگه چیزی که دیگه میگه چی از دوست هر چی آید نه خلاص دیگه هر چیزی که میبینین خود میبینین، خانه و زندگی رو خود نمیبینین دیگه. این دیگه نه فرج است. زمستانم نزدیک از بخاری داری؟ نه والا بخاری کجا سال فعلا چیز نداری؟ هیچ چیزی نیست دیگه. خوراکه چی داری؟ خوراکه هم دیگه چیزی نیست فعلا، هیچ چیزی نیست. بیا خیر باشه. توکل به خدا. و جا دار تشکری بکنیم از تمام دوستای خیری که کمک میکنن، دست فقیران و نیازمندان رو میگیرن و همیشه همراهشون کمک کردن. و جا دار تشکری بکنیم از فامیل اسما رازقی، از خواهر اسما رازقی، از بیبیاجی، در کل فامیل اسما رازقی که کمک کردن به این فامیلا. امروز از طرف فامیل اسما رازقی آرد، روغن، چای، بوره و بخاری به این فامیل تقدیم میکنیم. خداوند خیر نصیبشان کنه و مال براتون تقدیم میکنیم از طرف فامیل اسما رازقی. ان شاء الله از این مال به خیر استفاده سلامت باشن، خدا خیرش بده، خدا حج ببره. سلامت باشن، خدا که با ما کمک میکنن، خدا جان با ما کمک کنه. تشکر. به خیر باشید. سلامت خیر بریم. شما هم زحمت کشیدین. به خیر باشید. به خیر باشید. لالا جان یام بخاری، آرد، روغن، چای، بوره تقدیم. بخیر باشید. ان شاء الله از این مواد به خیر استفاده کنید. سلامت باشید. شما هم بخیر باشید. سلامت باشید. سلامت تشکر. بخیر باشید. سلامت باشید. کدام؟ و میندای عزیز بازم ما یک فامیلی دیگه آمدیم که اینا از ایران رد مرگ شدن. ما قبلا همراه فامیل کمک همکاری داشتیم از طرف ماشاءالله جان رحیمی از سوئیس که این خانهش نو آباد میشد و حالا میبینیم که در این خانه زندگی میکنه و باز آمدیم که همراه فامیل صحبت بکنیم و نگفته هایی که در دل دارن از زبان خودشون بشنویم. تا علیکم لاله جان. خوب هستین؟ خوب هستین؟ ممنون. تشکر. خوب شما زنده باشین. الحمدلله، شکر فضل خدا. از برای ما کمک کردین، تشکر میکنم، قدر سپاسگزاری میکنم. واقعا ما مردم واقعا مختلف هستیم، از همه چی محروم هستیم، دست ما کوتاه است. یعنی من خودم رد مرز شدم،
از راه مرا کش کرد. زندگیم کل چیز ماندم موجه شکایم زندگیم فعلا نادار هستم، در توان چیز نیست دیگه. واقعا گیر هستم، تماس گیر هستم. لحاظ خوراک، پوشاکی، زمستان میشه دیگه، تماس گیر هستم. فعلا مجبور هستم، چیز ندارم چیز خدایی. بخیر باشه، خدا مهربان است. قبلا ما از طرف ماشاءالله جان رحیمی براتون کمپل بله ماشاءالله رحیم جان تشکر قدردانی میکنم. برای ما کمپل، لیاف، توشک، قالین برای ما همه چی آوردن. با تشکر واقعا ممنون کردم و بزرگواری کردم برای ما. واقعا خدا اجرشان بده. بدون خدا برشان خوب. قبلا ما که آمده بودیم این نو جور میکردیم. حالا کمک شما شد، مردم برای ما آجر گرفتن، خشت برای ما گرفتن، اینترپل برای ما شما آوردین، کمپل، فرش، قالین، لوج بخیلی لوج دیگه با امید خدا و شما جور شد دیگه. سلامت باشی. از وقتی که افغانستان آمدی خوش هستی یعنی؟ خوش هستم، واقعا بسیار خوش هستم. ملک خودم آرامی است، بگی نیست، خب گریز نیست، دل جمع شب و روز میگردم. واقعا که نادار هستم و دستم گنج باشه، این تو خوشحال هستم. دلم باز است، یعنی سرم دیگه زورگو نیست، ظلمگر نیست. یعنی واقعا امینانه شاید نیستی باشه بخوره گوشنه است و واقعا سیر باشم. دلم جمع آرام هستم، بیغم هستم. هیچ نگران دارم، تشویش به دلم میگه نیست. روحن آرام است. آرام هستم، تشویش نیست. خب بچه‌های میکنیم با خانواده آرام هستن، واقعا خوشحال هستن. این بچه که است؟ نامه چی است؟ بارش. بارش جان اینجا مکتب میری؟ مسجد میرم. خب مسجد میری، نام خدا. باز در ایران مکتب میرفتی؟ باز برخورد ایرانی‌ها چی بود همراهت؟ خوب برخورد میکردن یا نه؟ خوب برخورد میکردن؟ چیز نمیگفتن؟ کل افغانی بودن هم کلاسایش. خب کل افغانی بودن. سینفیاش کلش افغانی. کل افغانی که هست وقتی دست ما تو میخونه مکتب از ما جداست. کل افغانی دست میخونه، ایرانی نیستن. کل افغانی هستن. باز استادشان ایرانی است. کل از یا خانم است استادشان ایرانی است. باز همکلاسیشون کل افغانی است. هیچ وقت برشان برخورد بد توهین نمیکنه. اگه ایرانی باشه حتما دشمن میکنه، حتما اگه چیزی برشان افغانی یا بعدشون میگه. اما خب الحمدلله کل مسلمان هستن، افغان هستن، کلشان به قدر میکردن. بارش جان از وقتی که افغانستان آمدی خوش هستی؟ بله. زیاد خوش هستی؟ اینجا اندیوالکای زیاد هستنی؟ بله. بله. تشکری میکنم. تشکر میکنم. خواهش میکنم. مادر جان خودت چی احساس داری از وقتی که آمدی؟ هر چی که همینا گفت ماما همونطور هستی. خوش هستی؟ خوش هستی. آرام هستی. آرام هستی. دل ما جمع است. خداوند همیشه آرام داشته باشید. شما هم زنده سلامت باشید. هر کی کمک میکنه. تشکر مادر جان. بخیر باشید مادر جان. زنده باشید. و بازم اجازه تشکری بکنیم از فامیل اسما رازقی، از خواهر اسما رازقی، از بی آجی که به این فامیلام آرد، روغن، چای، بوره و بخاری کمک کردن تا باشه که حداقل زمستان به خیر سپری بکنن، چون اینا نو از ایران رد و مرز شدن، بخاری ندارن، مواد خوراک ندارن و هیچ چیز ندارن. درست؟ بله. من خدایش یعنی تشکر میکنم کلیتون از شما نبودین من خدایش چی میکردم. یعنی بخاطر سگ تشکرتون این فرشو این کل خانه زیر پایم است. هر چیز هستی که چیز است چیز نیست دیگه. خداوند عجب بتشانه، خواهر باشه، مادر بیاد، هر کی باشه خداوند برام کمک از خدا کمک کنه. پروردگار از خواهر گیری داره، مشکل داره، خداوند پروردگار آسان بشه. تشکر، سلامت باشی. و بازم از تمام دوستای خیر تشکری میکنیم و یک تشکری خاص میکنیم از آقا بیادر که همیشه پل ارتباط شده بین نیازمندان و کسایی که کمک میکنن به فقرا. خداوند خیر نصیبشان بکنه. با وجودی که خودشون هم در افغانستان نیست ولی روحن در افغانستان هستن و فکر اوشش طرف افغانستان است که چگونه بتونه به یک هموطن ما، به یک نیازمند کمک بکنه و همیشه یک پل ارتباط میشه بین کسایی که کمک میکنن و کسایی که واقعا نیازمند هستن و تشکری خاص میکنیم و بریم خیلی مواد براتون تقدیم میکنیم. ان شاء الله از این مواد به خیر استفاده بکنین و در حق فامیل اسما رازقی زیاد دعا بکنین. خداوند دنیای خدا خوب کنه پروردگار، هیچ وقت دنیا خار نشه پروردگار. خدا هر نیت داره پروردگار بهش آسان پریشان کنه. هر مشکل دارن، هر گری داره زندگیشون خدا پروردگار خداوند باز کنه پروردگار. خدا قبول کنه خیرشون. خدا قبول کنه. تشکر، سپاسگزاری میکنم، ممنون. الله پاک نگهدارشون باشه. تشکر. سلام علیکم پدر جان. و علیکم السلام. خوب هستی پدر جان؟ بخیر هستی؟ آجی صاحب جور است. قربانت. خودت خوب هستی؟ خود کلان جور است. شکر، بخیر باشی. مادر جان خودت خوب هستی؟ شکر بچین، شما خوب هستین؟ جور است، جانتان جور است. شکر. شکر است، دعای سرتان بخیر باشی. چطور است مریضیت پدر جان؟
بچیم هستم دیگه نه از دکتر آمدم چی کنم بچیم نایلاج نادرمان چی کنم 3 سال هستم تکلیف قلبش هست. تکلیف قلبی داره؟ گاه میمورم گاه زنده میشم. 3 سال است که تکلیف قلبی داره؟ بچیم اینم گاه زنده داره، هم تکلیف قلب داره. این دین روزم بالا خوابش برده پیش مشتکا من کمک نفس شنیم فشار کمیته از پیش برده حالا من مجبور هستیم که دست بی پیسه گم مشتک دزدی که برده بچه من رفتم تام دکتر گفت که حالا گفت بی پیسه مدد چطور بچیم من باز پیش ناله گریان کردم گفت که من بی کلان خداده نمیتونم گفت با پس آمدم چیکن بشه و بچه تان پدری هست؟ ای گم کنه ای بچه گم کن بچه شما هستین که غم جان من آخر که هستم معتاد است؟ معتاد هست بچه نه به درد خودش دوا نه به درد ما دوا یعنی من از تو چپت کنم که اینا میره یک روزگار همه خانه را تیر میکنم من خود جای رفتم نمیتونم بچه کارم کرده نمیتونم همه مریضم خودم مریض بازم این سپر ماده خدا و داله است فقط نانآور خانه نانآور خانه نمیدونم تا که میایه دلم اینم تا دلارزه که کدام جای نغلطه تا که در خانه برسه بدونم بچه و قبلا هم آقا بیادر برتان کمک کرده بودن بچه من کار که خدا کن داج سای بگو پیسه خونه دارم من خانه منه بالا شگاه کنه ترپالا کمک کنه میمورم از خونه که زمستان شکنه بشی خیر باشه پدر جان خدا میره داج سای به من خبر منو بگو بشی قبلا از سیل پیش ما خامدانم همینجا یک کنه ما شد ما مارکت بودیم او کیمپ اینجا بودیم که ماراتا خانه های ما را چپه کرد زمین های ما چپه شد ما اینجا آمدم با سیل لغت کرد این همه خانه و گلم ملم کمک کرد برای ما این فرچم کمک کرد هر چیز برای ما خداوند خیرش بده که برای ما کمک کرد ما تا خانه خدا خوش هستیم خداوند پشت پناهش باشه هر جای باشه آبش یخ نانش گرم باشه بچه سلامت باشی مادر جان بخیر باشی و ما جا در تشکری بکنیم از فامیل اسما رازقی که با این فامیلام آرد روغن چای بوره و بخاری کمک کردن و از این مواد بخیر استفاده بکنین امروز براتان از طرف فامیل اسما رازقی خواهر اسما رازقی و براتان آرد روغن چای خدا زیاد کنه پروردگار از این زیاد شون بشیم سر 5 وقت نماز خود دوام میکنیم کلالش که دیگه چی کنیم بشیم سلامت باشی پدر جان خدا شما رو کامیاب داشته باشه بشیم این داج صاحب منو بگه که من بیخی پیسه هم ندارم نه دکترم دوای مرا بی پول نداد بشیم سعیست پدر جان از اونجا پای پیاده گوشنه تشنه پس خانه آمد چی کنم بشیم ده خیر باشه این مواد از این مواد بخیر استفاده کنیم بریم مواد تقدیمتون میکنیم ان شاء الله به خدا مهربان است پدر جان باز خبرتون میگیریم خدا خبرتون بگیره بشیم ما خود واگویتون هستیم بشیم خداوند همیشه کامیاب و سربلند باشین بچین خداوند شما رو نگاه کنه تشکر مادر جان سلامت باشین خدا شما رو خوش هستیم تا خانه خدا خوش هستیم همیشه باشین ما براتون مواد همیشه میاریم چون شما مریض هستین نمیتونین همیشه باشین ایام مواد تقدیمت انشالله از این مواد بخیر استفاده کنید خدا کامیاب شوین بچیم خدا شما را از این زیاد سربلند بکنه در نولوش بچیم تشکر پدر جان بخیر باشید کمک برای ما کرده خداوند خیرش بده خدا زیاد برش بده که برای ما هر وقت کمک سلامت باشید مادر از این مواد بخیر استفاده علیکم لالا جان سلام خوب است خوب است بخیر است خوب است شکر و اینا باز آمدیم در خدمتت سلامت زنده باش چطور است وضعیت روزگار فعلا که خوب است دیگه خوب است بله چی کار میکنی خودت من خودم در گراچه هم کار میکنم زیاد وقتا دیگه در بازار قره‌باغ یگان سودا مودا از پلخشتی میارم سودا میکنم مثلا چی میاری گلوند و دیگه همین چیزای زنانه بنجاره دیگه بله بنجاره چیزای با چطور از کاربارت میشه خوب است دیگه او که خوبم نیست و که بدم نیست روز پیش میره روزگار پیش شکر است کمی و این تفلایت است اینا اوشتی کنیم است زمستان هم نزدیک است. به زمستان چی گرفتی؟ زمستان هیچی والا نگرفتیم والا گفت خود که زمستان هفته در خونوک هستم صبح یعنی مریض از کل هم خانواده خودم مریض شدم ریزش هم گلوم درد گرفت بیا خیر باشه
ما برات گفته بودیم در برنامه که ما همیشه خبرت میگیریم، بله. کمک میکنیم همراهی. میفهم بله آقا بیادرم دیگه خودش نیست، خودتان هستن در جایش. بسیار کمک کرد برای ما دیگه، کسایی که خارج کمک کرد دیگه خداوند خانه‌شان آباد کنه. سلامت باشید. تشکر. و ما امروز از طرف فامیل اسما رازقی، خواهر اسما رازقی براتان آرد، روغن، چای، بوره، بخاری آوردیم. ان شاء الله از این مواد بخیر استفاده کنید. یعنی لالا جان یا آرد، روغن، چای، بوره، بخاری دیگه فکر کنین هم بخوره هم سال واقعیت پیسه نبودم، میگه واقعیت دیگه پیسه بخوری نداشتی دیگه. یک چند وقت پیش یک مریض بودم، آقا بدرم پیره گفتم که قرض گرفته بودم 3000 روپیه دیگه، امسالش دیگه نبود که پیسه بخوری میخرد واقعا دیگه. این خدا برد رسان، این خداوند دیگه دولت سر شما آقا بیادر دیگه، کسایی که در خارج هست خانیتان آباد زنده باشین، سلامت باشی. خداوند همیشه همونطور موفق سال بلند داشته باشید. خدا مهربان است، این روزا تیر میشه. بله نیز تا وقت شما اصلا آقا بیادر از کسایی که در خارج هست بسیار کمک کردن، این خیلی کمک کردن که دیگه بیاد به اندازه ایره ما نکردیم، خداوند برات کمک کرد. ما فقط یک وسیله شده. خداوند اجرش ده اون فرای کمک کرد. قربانت، تشکر. ان شاء الله از این مواد بخیر استفاده کنی. یک فامیل دیگه که تنها خودش زندگی میکنه و یک دختر 5 سالش است، شوهرش 5 سال میشه که به شهادت رسیده. خداوند همه رفتگان اهل اسلام غریق رحمت کنه و میریم از زبان خودشون میشنیم که چی گفتن یا دارن. سلام علیکم. و علیکم. خوب هستین خواهر جان؟ شکر خوب است. خوب است بخیر. زنده باشی. شکر. چطور است وضعیت روزگار؟ خوب است، میشه یک روز ما. خودت کار نانآور فامیل خودت هستی؟ خودم هستم، خیاطی میکنم. قبلا ما آمده بودیم پیشتان 2-3 بار کمک کردیم همایتان. فرج دادیم به ما، این ستل کمپل چیز داده بودین شما قبلا که آمده بودین، کالا دادین. باز آمدیم خدمتتان و امروز برتان از طرف فامیل اسما رازقی بخاری، آرد، روغن، چای، بوره، همه چیز برتان. خیر ببینن، زنده باشن، که ما کمک میکنن، هم دردی میکنن. و بخاری هم نداشتی فکر کنم؟ نه نداشتیم، پارساله که گرفته بودیم ورم سیل برد. سیل برده؟ ورم سیل بردیم، سال نداشتیم این چیز. بازم خودتان که چیزایی که دادین نمی هست دیگه، هیچ چیزی نیست. خودتانم در برنامه گذشته هم گفته بودین که هیچ چیز نمانده سیل برده. هیچ چیز نمانده، کلگی چیز ما را سیل برده بود. نه خانه مرسال که چیز نیست، حتی یک چبلی هم نمانده. همه چبلی هم خودتان دادین، کالا، چادر، چیزا را. بخیر باشه خواهرجان، خداوند مهربان است. هر روز که باشه تیر میشه، روز خوب روز بعد تیر میشه، نمیمانه. باز خودت همراه دخترک زندگی میکنید؟ نه 2 بچه دارم. 2 بچه داری؟ حالا رفتم پاکت سودا میکنم. یک 7 ساله است، یک 5 ساله. خودم خیاطی میکردم، یک ماشین خیاطی داشتم، ورم سیل برد. حالا بچه که پاکت سودا میکنم. باز روز چند کار میکنم؟ روز 1-1.5 ساعت کار میکنم، کم نان میخرم و یک چیز میخرم که روزم تیر شود. بخیر باشه، برو شکر است که حداقل کار میکنن. خداوند مهربان است. و جا در تشکری کنیم از فامیل اسما رازقی که به خواهر ما آرد، روغن، چای، بوره و بخاری کمک کردن که حداقل زمستان اینا گرم باشن. و قسمی که خودشون هم گفت که بخاریش همیشه سیل برده بود، حتی ماشین خیاطی که کار میکردن اون هم سیل برده. 5 سال میشه سرم روزگار خدا پیش میبردم از وقتی که شوهرت فوت کرد؟ از وقتی که شوهرم فوت کرده بود خودم خیاطی میکردم، اشتکای من، نانشه، خوراکیش، پوشک، کل چیزش به سر خودم بود. باز این اول یک مدت ما میشه که اشتکای پلاستیک سودا میکنه، پاکت سودا میکنه. دم روز تا میچله؟ دم روز میچله. اول خوب بود که خیاطی میکردم، روز 1-2 ساعت 3 ساعت خودم کار میکردم. باز حال ماشینم نیست که بکنم. یه خیر، خدا مهربان است. انشالله دوستای خیر هستن که کمک کنه براتون ماشین هم میاریم که حداقل بتونه که از همون طریق روزی حلال پیدا بکنیم. چطور کنیم بیادر کنیم دست ما را در پیش که دراز بکنیم، خود ما که روز خود پیش نبریم. حالا 2 تا اشتکم در گجا برای که یک لقمه نان بیته. باز همون خیاطی که بود خودم روز ما پیش میبردم. آفرین به شهامتتان، آفرین به
همت والایتان که خودتان زحمت میکشین، کار میکنین. زنده باشین. بازم خداوند مهربان است. توکل به خدا بیادر جان. بیشک. خیلی بریم مواد تقدیمتان میکنیم و در حق فامیل اسما رازقی، خواهر اسما رازقی زیاد دعا بکنین که همیشه کمک کردن. زنده باشن، هر جا باشن زنده و صحتمند باشن، جور باشن. کدی ما که کمک میکنن خدا کدیشان کمک کنه. تشکر. سلامت باشین. چای بوره آرد روغن تقدیمت ان شاء الله از این مواد بخیر استفاده کنید. خیر ببینید. زنده باشین. تشکر کدی ما کمک کردید. تشکر. بخیر سلامت زنده باشین بیادر جان. خیر ببینید. سلام علیکم مادر. سلام علیکم برادر جان. زنده باش. خوب هستی؟ زنده باش برادر جان. چطور است وضعیت روزگار مادر جان؟ میشه دیگه برادرکم، میشه دیگه. خیر ببینه. خدا در شما برکت بده. همه خانه ما رسیل برده چیز نداشتیم، همه تو کمک کده، خدا برای تو کمک کنه. خیر ببینن. هیچ چیز نداشتیم، دم کل زندگی ما رسیل برد. اینه نه وشت ما، نه خانه ما، نه زندگی ما، هیچ چیز خوراکه و پوشاکه نداشت. خیر ببینه. از باز شما کمک کردین و زما خوب است برادر جان. خیر ببینه. شکر. و شوهرت هم ضعیف است بیچاره. بیچاره که کوقه کار کده نمیتونه، اگر سفید است میره سر چاو گراچوانه میکنه. گراچوانی میتونه باز؟ نان خوردن نداریم برادر جان. قبلا ما براتون آقا بیادر کمک کرده بود، قالین، کمپل، همه چیز. در کلگیتان خداوند برکت بده، خدا کامیاب و سربلند باشیم برادر جان. این میشه دیگه یک روزگار ما همه کمک آورده، در ما هر چیز 2 دفعه کمک آورده، همه روز ما تیر شده ایستاده برادر جان. خود من مریض هستم، گشته نمیتونم برادر جان. و زمستان هم نزدیک است مادر جان. به زمستان چی گرفتی؟ بخاری گرفتی؟ نه هیچ چیز نگرفتیم، هیچ چیز نداریم که همه سیل خانه را برد. هیچ چیز نگرفتیم، همه تیر خانه هیچ چیز نداره. اینا کمک آورده، همه بخاره و روغن و چیز آورده که همه گزاره ما میشه برادر جان. چی کنیم؟ خیر باشه. خدا مهربان است مادر جان. و ما امروز از طرف فامیل اسما رازقی، خواهر اسما رازقی برتان چای، بوره، برنج، چای، بوره، روغن، آرد، بخاری همه چیز خداوند کدتان کمک کنه. تشکر بیادر جان. خواهرای ما تشکر که برای ما کمک کده. هیچ چیز نداشتیم برادر جان. زمستانه هیچ چیز بخاره و چیز نگرفته بودیم برادرکم. سلامت باشید. و جا دار تشکری بکنیم از تمام دوستای خیری که در این وضعیت اقتصادی خراب، و جا دار تشکری بکنیم از تمام دوستای خیری که در قسم حالت دست فقیرا و نیازمندا را میگیرن. خداوند خیر نصیبشان بکنه. و تشکری خاص میکنیم از فامیل اسما رازقی که همیشه کمک کردن به فامیلا و دست نیازمندا را گرفتن. خداوند خیر نصیبشان بکنه. مادر جان خیلی مواد براتون تقدیم میکنیم. خب تشکر بیادر جان. تشکر. خیر ببینن. خداوند کلگیتان خیر برکت بده، کامیاب شوین، سربلند باشین. خدا در شما بسیار بده که جمع کده نتانه. خیر ببینن بیادر. روغن، بخاری تقدیم. خداوند برکت بده. در ما دادن خداوند در شما اضاف بده. خدا جمع کده نتانه بیادر جان. سلامت باشی مادر جان. خداوند برکت بده. تشکر. ما هیچ زمستانه نداشتیم، نه روغن داریم، نه آرد داریم، نه بخاره داشتیم. خیر بنیم برادر. به حق فامیل اسما رازقی زیاد دوای نیک وقت 5 وقت نماز میخوانم، دوای نیک کتان میکنم که. سلام علیکم. و علیکم السلام بیادر محترم. جانک جیر است، بخیر است پدر جان. شکر پدر جان. زنده باشی پدر جان. خیر و خیرت از پدر جان. چطور میگذره روزگار؟ خوب است میگذره. گاهی سیر و گاهی گشنه و گاهی مقصد رو یک روزگار است تیر میشه بیادر جان. اوقا خوب هم نیست و بد هم نیست. مقصد مابینتر است دیگه. مقصد اینه یک گراچیگه که ما لول بخوره 1-5 تا نان میبیاریم و گراچی ما لول گراچیوانی میکنیم. بله صاحب گراچیوانی میکنیم صاحب. چطور است مثلا کاروبار میشه نمیشه؟ کاروبار صاحب روزی یک از صبح که میریم تا چاش تا یک کنم 100 روپه پیدا میکنیم. باز بگیره میریم 100 روپه
1,900 پیدا میکنیم، یک نان و چای و برادر یک گاز و این همه چیزا میشه دیگه. مقصد مجبور خانه تمی است؟ خانه که ما هم است بله صاحب هم. ای بچه کایت است؟ اینا برادر زاده کای ما است. برادر زاده کای بله. در خانه چی داری؟ بریم یه دفعه خانه تا ببینیم. در خانه صاحب اینه میروانه صاحب بچه یک راتیتان و بینده عزیز این فامیلایی که ما میاییم سروی میکنیم یکیش از دیگهش بدتر هستن و هیچ کدامش اقتصاد خوب نداره و شما با چشم سر میبینین که این فامیلا جز رضای خداوند دیگه هیچ چیز ندارن و فقط روزانه روز 150 همه قدر کار میکنن که مصرف خوراکشان میشه، دیگه چیز ندارن. و میریم خانه پدر ما رو میبینیم که آیا فرش، قالین، توشک چیز دارن یا نه. این همه صاحب واسه تشنا و صاحب این همه کل و غریبانه است صاحب. امی خانه تست؟ این همه خانگه که صاحب بله است صاحب، این همه خانگه که غریبانه. دیگه خانه باز چه قسمی زندگی میکنی لالا؟ خود دیگه از چیزی که خدا جان کرم رحیم که دمو که چیزی که فرستاده و در قسمت ما است و اینه در خدا جان خود هزاران کرد شکر میگویم. از خدای خود راضی هستیم، دمیش هم راضی هستیم که مقصد یک چپ و چما جیر و سلامت. چند تا طفل داری خودت؟ مال خدا یک 7 تا نگه از خودم است، یک 6-7 تا نگه بیا در زادگه کم است. باز کلش دی خانه جای میشه دیگه؟ کلش دم خانه جای میشه، باز اینه ایرم باز جیر میکنیم. مال خود گرمه است، باز اینه دی دمکش هم جیر میکنیم. اینجا بچه از طرف شب در بیرون خواب خدا کن باز از طرف شب بیرون که تمه برادرم پیدا شده بیایم اینجا که هستم که تم برادر. باز سرد نیست دیگه بیرون؟ خب باز 4 طرفش پلاستیک میگیریم، یک گاز ماز روشن میکنیم واسه ما رسیدینه گرم میشه. یا بخاری چی؟ یا مابین صاحب بخاری خب پیسه باشه که بخاری بخره بشونه. مقصد مابینه که شلاو میکنیم، مابین علاوه یک چارچوب بسته میکنیم سرش لیافای خود میاندازیم اینه گرم شده حساب میشه. باز هم خدا جان داریم، خدا رحیم و کریم، غیر خدا دیگه هیچ چیز خدایی نداریم. توان خرید بخاری رو نداریم. توان خرید بخاری، توان چوب سنگ زغال چیزا نداریم. چه وقت میشه که خودت مثلا آرد نخریدی؟ یک 3 ماه 4 ماه میشه که آرد نخریدیم. پدر یک 5 تا 4 تا نان صبح میگیرم، 3 تا 4 تا دیگر توانش نداشتیم. یک بجار 12 تا 13 تا 14 تا است دیگه پیسه که پس انداز نشه و جمع نشه و از کجا شد. قبلا ما آقا بیادر براتون قبلا هم بیچاره آقا بیادر کمک کرده هر جایی که از خدا جان یار نگوانش هست. دوستای بیادرایی که برای ما کمک روان میکنن، چی در خارج است چی داخل است. خدا جان هیچ روی خارج رو نبینه، مردایشان حوض کوثر سیراب داشته باشه. خدا جلم مسافرای وطن ما شما که از آواره گواره هستن، خدا جان پس در سر خانه و جای در سر ننگ و ناموسشان از خدا جان خدا آرزو هستیم که بیاین در وطن خود در جای خدا آرامش و برادر جان. سلامت باشی، زنده باشی. خداوند خودت هم همیشه تو جور و صحتمند داشته باشه. الهی آمین، الهی آمین. از خدا جان کلگی کلمه گوی، کلگی اهل اسلام خدا میخواستیم که همراه ما جور و سلامت باشه در کل وگه کشی. تیر میشه ای روزان، تیر میشه چرخ و فلک است. خدا داریم، خدای بزرگ خدا رو در بالای سر. سعدی را گفتن سعدی یا شیرازی یا خانه از زخار خس است. گفت همه رفتن ما نیز میرویم، از برای چند روز همین بس است. و شکر از قناعت هم داریم. شکر هم آقا برادر هر جایی که باشه خدا جان را در پالش خدا نگاه کنه، هر جایی که باشه خدا جان را خار و ذلیل نکنه. خدا جان هر جای باشه خدا او را کامیاب سربلند باشه. او پیشای دستای خود، پیشای چیای خود برای ما مردم پیشتر هم سیل زده بود، جاله زده بود، ما را سیلا برده بود. اینه فرچکار او برای ما خرید و کمپال خرید و بشکی خرید و در ما مردم با چیزکای ما را جور کرد، یک تعداد چیزکای ما را جور کرد. هر جای باشه خدا جان نگوانش. بسیار خوش هستیم از آقا بیادر، ای برادرایی که برای ما از خارج و داخل که برای ما کمک میفرستانه، از اونا را ما خوش هستیم. خدا جان اونا را دایم سربلند داشته باشه، دایم اونا را کامیاب داشته باشه، مردایشان حوض کوثر سیراب داشته باشه. ما در خدا جان خدا مقطر در سر 5 وقت نماز در حق مسافرای وطن خود دعا میکنیم که اونا برای ما یک چیز و امید دعایتان همه چیز است. سلامت باشین با عزت. و بازم
تشکری میکنیم از اسما رازقی، از بیبیاجی مادر اسما رازقی، از خواهر اسما رازقی و در کل فامیل اسما رازقی که به این هموطنهای نیازمند ما کمک کردن و ما امروز به این فامیل آرد، روغن، چای، بوره، بخاری کمک کردیم از طرف فامیل اسما رازقی. میریم تقدیمشان میکنیم و خداوند خیر بده تمام دوستای خیری که دست فقیرها و نیازمندا رو میگیرن. الهی آمین، الهی آمین. او خواهرای، او مادرای، او برادرای که برای ما دست ما فقیرکا رو میگیره، سر ما فقیرکا با سایه میکنه، سر دست خدا نگاه میکنه. خدا در هیچ میدان خار و ذلیل نکنه. خدا از درگاه محمد پیغمبر صلی الله و آله و سلم بی‌نصیب نکنه. عریض محشر خدا جان نگاه بکنه، پل صراط خدا نگاه بکنه. ما در خدا خود به سر 5 وقت نماز در حق اینا دعا گوییم. همین دعایتان همه چیز است. بریم مواد تقدیمتان میکنیم. لاله جان یام آرد، چای، بوره، روغن و بخاری تقدیمت انشالله. این خداوند براتون بخاری هم رساند، آرد هم رساند. خدا مهربان است. خیر ببینن بیادر جان. خدا جان شما را کامیاب داشته باشه. خدا آقا بیادر کامیاب داشته باشه که این چیزا رو برای ما شما سرگردان میشین، شما میبیارین. شما را خدا جان دائم سربلند کامیاب داشته باشه بیادر. سلامت باشی، زنده باشی. خداوند تو رو همیشه هم تو جور و صحتمند داشته باشه. بیشتر گفتی که پیسه بخاری را نداریم، این خداوند برات رسان. خداوند که داشته باشیم همه چیز است. میگه الهی من در کلبه فقیرانه خود چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری، زیرا من چون تو دارم و تو چون خود نداری. وقتی که ما خداوند داشته باشیم باید دیگه فکر هیچ چیز نکنیم، چون خداوند با ماست و خداوند هیچ وقت بندایش تنها نمیمونه و هیچ دعای بندی خدا رد نمیکنه. همه دعای بندی خدا قبول میکنه، اما هر چیز به وقتش. تا آخر برنامه با ما همراه باشید. بینده عزیز و این هم یکی از فامیلای دیگه است که از ایران رد مرد شدن. اینا هم عضو امو 4 فامیل هستن که از ایران رد مرد شدن و میریم صحبت ها از زبان خودشون میشنویم که چی مشکلات ها را متقبل شدن و چه وقت در ایران بودن و چه وقت میشه که آمدن. آیا اینجا خوش هستن یا نیستن؟ آیا تصمیم دارن که در افغانستان بمانن و یا دوباره میخواین که پس به ایران مهاجرت؟ خوب استی؟ سلامت باشی. خوب است، بخیر. سلام خواهر جان، خودت خوب هستی ان شاء الله؟ صحتت خوب است؟ سلامت باشی. شما خوب هستین؟ چه وقت میشه که رد مرد شدی از ایران؟ تقریبا 1 ماه میشه رد مرد شدیم. 1 ماه؟ بله. چه وقت بودی در ایران؟ 1 سال بود. همون وقت رفته بودیم 1 سال میشه. 1 سال؟ بله. چی کار میکردی در ایران؟ همونجا در شهرداری کار میکردیم. در شهرداری؟ بله. رفتار ایرانی‌ها با خودت چه قسم بود؟ خوب رویه میکردن؟ رفتارشون دیگه خوب بود، مردمش خوب بود دیگه. هم دولتش دیگه به ما ظلم کرد. دولتش؟ بله. مردمش خوب به ما رفتار میکرد. دولتش امرای افغانی‌ها خوب نیستن؟ نه خوب نیستن. لاتوکو ظلم گیر کرد دیگه، رد مردشان میکنه. از ایران چی آوردی همراهت؟ از ایران دیگه یک همین لباس خود گرفتیم دیگه. شب آمده بود سر ما ریخت. حتی لباس امیران هم نداشت که میگرفتیم. تفلک؟ بله. اما تو پایلوش سرلوش دیگه شب بود در اتوبوس بالای ما کرد دیگه، رد مرد ما کرد. فامیلت مکمل رد مرد کرد یا باز خودت خواستی فامیلت رد مرد کنه؟ نه که فامیل شب خانه آمده بود گیر کرد. خواب بودیم آمد گو بلند شوین دیگه گرفت دیگه ما را برد. پیسیتون وسایل خانه خیلی چی شد؟ نمیماند که یک چبلی پای میکردیم. یعنی تا این حد ظلم میکردن؟ بله هم تو ظلم میکرد. بیا خیر باشه خداوند، خیر باشه خداوند شما را خیر بده. چی بگم عمر صاحب؟ بیا خیر باشه خداوند مهربان است. شکر که به خیر آمدی و وقتی که آمدی داخل خاک افغانستان شدی چی احساس داشتی؟ خب دیگه احساس خوشبختی کردیم دیگه، آزاد شدیم. اونجا قید بودیم. قید بودی؟ بله. هیچ چیز مثل وطن خود نمیشه. خواهر جان خودت چی؟ تصمیم داری دوباره ایران بری یا بمانی در افغانستان؟ نه دیگه پس برم چی کنم؟ دوباره بگیرن در به در ما کنن که پیسه ما بانه، لباسای ما یا مواد غذای ما یا تمام پول و همه چیز که داریم بانه. چرا پس بریم؟ دیگه تصمیم نداری افغانستان چی ایران بریم؟ نه دیگه همینجا ماندگار هستیم دیگه. اینجای وطن خود آدم نمیشه نه؟ نه.
اینجا حداقل خوب است، آرام هستین، از لحاظ روحن آرام هستین. بله هر جا می رفتیم مردمش میگفت اینا افغانی هستن و حتی دماغاش نشانه میگرفتن که اینا بو میتن و اینجوری خیلی حرفا میزدن. و میگن که اونجا در نانواییشون به افغانیان نان نمیدادن با کارت میدادن که ما کارت هم نداشتیم. مثلا از یک ایرانی کارت میگرفتن خود افغانیا، بعد میرفتن نان میگرفتن برای خودشون. بدون کارت نمیدادن؟ کارت بانکی بود. یعنی در کل شما زیاد مشکلات سپری میکردین؟ بله حتی ما از وقتی که رفتیم حتی نرفتیم که یک لباس برای خود بخریم، نمیتونستیم بریم بیرون چون اذیت میکردن. مخصوصا مردای ما نمیتونستن تنها برن بیرون که میگرفت، پلیساش میگرفت تنهایی رد میکرد، بخاطر ما نمیتونستن برن بیرون. باز چند روز در راه ماندین وقتی رد مرزتون کرد؟ حداقل 6 روز یا 6 شب یا 5 روز و 5 شب در راه ماندیم. باز نان میداد براتون یا نه نان هم از خودتون؟ نه نان از خود ما بود. در راه هر 8 ساعت یک جا استاد میکرد، یک تکه نان و یک پنیر و این چیزا میگرفتیم که تا همینجا خودمانو برسانیم. یه خیر باشه، شکر که بخیر به وطن آمدین و از دوستای خیر ما هستن، هموطنای عزیز ما هستن که همیشه همراهتان است، کمک میکنه، دستتان میگیره، تشویش نداشته باشین. و این خانه رو براتون دوستایتان ساختن؟ بله همگیشان خیر ببینم، پیسه جمع کردن، چه 10 روپیگی چه 20 روپیگی جمع کردن، همین خانه را دماد درست کردن، بعد داخل این در آمدیم. و زمستان هم نزدیک است، بخاری چیزی گرفتین یا نه؟ نه حتی به خدا داخل خانه چی اینجا را ببینی، نه یک پیاله بره، نه آرد، نه نان، هیچ نداریم. یک دیگ داریم که اونم دبال گاز مونده، هیچ چیز نداریم. دیگم خالی است، چیزی نیست. باز خودت کار نمیکنی فعلا اینجا؟ نه حالا بیکار هستم دیگه. کار پیدا نمیشه؟ کار نیست دیگه کار بکنم. تصمیم خود نداری دوباره ایران بری؟ نه دیگه پیسه مالیات نیست که دیگه پس بره دیگه، بدون پیسه نمیشه بره. اگه پیسه پیدا کنی پس میری؟ نه دیگه یه عذاب دیدم دیگه، کی دیگه پس رفته میشه. آفرین. دیگه حالا همینجا دیگه هر سختی و بدبختی دیدم اینجا هستیم دیگه. و در وطن خود آدم آرام میباشه، بله حداقل آزاد میتونی بگردی، هر طرف میتونی آزاد بگردی چون وطن خودت است. و قبلا هم گفتم هیچ جای وطن خود آدم نمیشه. یه خیر باشه، خدا مهربان است. شکر که همین تنتان سالم است، شکر که خوب هستین. و ما امروز از طرف فامیل از ما رازقی براتون بخاری، آرد، روغن، چای، بوره براتون آوردیم. انشالله شما از این مواد به خیر استفاده کنید. دیگه خدا مهربان است. خدا برشان زیاد بود. تشکر. بارجان انشالله از این مواد به خیر استفاده بکنین، حداقل تا یک ماه از این استفاده بکنین. باز میایم خبرتان میگیریم، باز هموطنان عزیز ما هستن، دوستای خیر ما که هیچ وقت در هیچ حالت هموطنای ما را تنها نگذاشتن و نمیگذارن. و تشکری خاص میکنیم از فامیل اسما رازقی که به این فامیل کمک کردن. لالا جان یام تقدیمت آرد، روغن، بخاری، چای، بوره، همش انشالله از این مواد بخیر استفاده کنی. تشکر میکنم والا شما و به کسی که این کمک برای ما کرده، برایش خدا زیاد اجر بده، ثواب بده، خدا برایش کمک کنه، خدا قبول کنه. تشکر. بخیر استفاده کنی فارجان. بخیر باشین، خدا خیر اونایی که به ما اینا رو تقدیم کردن، اول شما که آوردین اونا تقدیم کردن به شما، خیر ببینن. شما هم خیر ببینید. زنده باشید، سلامت باشید، بخیر استفاده کنید، بخیر باشید، سلامت. سلام علیکم مادر جان. جور هستی؟ خوب هستی؟ بخیر، صحت خوب است؟ چی حال داری؟ خوب هستی؟ شکر سلامت. چطور است روزگار مادر جان؟ روزگار ما را که دیده ایستادن هم رقم روزگار هستی، روزگار ما بد است. نانآور فامیل داری نداری؟ نه یک پر مردک دارم، امرا که نانم است دیگه، نانآور ندارم. و خودت فکر کنم خواهر عمو مادر هستی که شوهرش گم شده بود؟ شوهرش گم شده بود، اون انا همون خواهرش هستم. کجاست خودش فعلا؟ خودش پل خمره، حالا پیدا شده پل خمره میبیاره. شوهرش پیدا شده؟ شوهرش پیدا شده پل خمره میبیاره.
آها سیل پول خمری برده بودش؟ نه اعصاب خراب بود. خب اعصاب خراب بود. اعصاب خراب بود. ما گفتم خیلی شوارش این سیل پول خمری برده بود. نه اعصاب خراب بودم گم شده رفته بود پیدا شده حالا میبیاره. خب پشت شوی خود رفته. پشت شوی خود رفته است. بیا خیر باشه ان شاء الله بخیر بیا. و خودت هم نانآور گفتی نداری؟ نه ندارم. باز خیر روزگار شخصا چی کاری میکنی؟ یک بابا یک است همون میچرانه. چی کار میکنه؟ یک گراچ کشی میکنه یک چیز میکنه نامن است دیگه چی میکنه؟ بیا خیر باشه مادر جان خدا مهربان است. ما قبلا براتون کمک کرده بودیم. خدا مهربان است خدا کمکش قبول کنه. سلامت باشی و ما امروز هم براتون آرد، روغن، چای، بوره، بخاری براتون آوردیم. خدا او اضافه دو بتیه. خدا قبول کنه. سلامت باشی مادر جان بخیر باشی و جادر تشکری بکنیم از فامیل اسما رازقی که همیشه همراه نیازمندا و فقرا کمک کردن و یک تشکری خاص میکنیم از آقا بیدر که یک پل ارتباطی شده بین کسایی که کمک میکنن و کسایی که نیازمند هستن. خداوند خیر نصیبشان کنه و با وجودی که خودشان هم در افغانستان نیستن ولی فکر روحشان طرف مردم نیازمند افغانستان هستن. خداوند خیر نصیبشان بکنه و ما میریم مواد به این مادر ما تقدیم میکنیم تا با آخر برنامه با ما همراه باشید. یام آرد، روغن، بخاری تقدیمت انشالله از این مواد به خیر استفاده کنی. خیر ببینه بچیم خدا اضافه دو بتیه خدا کمکش قبول کنه. هر نیکی داره خداوند خدا اون را کمک کنه ده ما که کمک کنه خدا جان دمون کمک کنه. ما یک غریب یک مسافر هیچ چیز خدا نداریم خدا دو کمک کنه. تشکر انشالله مادر جان از این مواد به خیر استفاده کنی. تشکر قربانت و بازم جا داره تشکری خاص بکنیم از فامیل اسما رازقی که به 15 فامیل کمک کردن. خداوند خیر نصیبشان بکنه و تشکری خاص میکنیم از آقا بیدر که همیشه در فکر نیازمنده و فقرا بودن و تا آخر برنامه با ما همراه باشین. میریم چند فامیل دیگر هم کمک میکنیم. بیننده عزیز این بود برنامه امشب که تقدیمتان شد. تا برنامه فردا شب شما را به خداوند یکتا میسپاریم.